تانکا وارن آماده همه میزنه دریزه هم خیلی میلرزه که میترسیم بچه ها گریه میکنه. این نقل حادثه جنگ نیست. ناصربای ارگاشاف لرزش زمین را در نظر دارد که یک ماه اخیر ساکنان برخی از ناحیه‌های وادی وخش را به تشویش آورده است. ساکنان میگویند این حادثه از زمین لرزه های معمولی فرق میکند. در یک روز چند مرتبه میزنه؟ بسیار میزنه. یک 5-6 بار همین سختش میگم. خیلی مایداش گلدر کرده میره با رنگ تراکتور با هم خیلی زمین خیلی کرده هم خیلی میگذره هم با میره و هم خیلی. لرزش زیادی زمین در ناحیه‌های برخی و وخش سبب تخریب و صدمه‌ای شدن چندی از منزل ساکنان و 2 مکتب گشته است. مقامات معین نکردند که سبب لرزش زمین در چیست. از ترس لرزش ناگهانی ساکنان کودکان را به دیگر ناحیه‌ها فرستادند. اون خونه با پیله ادرون پیله دویده برآمدیم که امی برآمدیم که ما قفای ما وای شد 1 متر نشده این غرام بید. زمین لرزه آخر را 4 بال حساب کردند اما دوامدار. مقامات میگویند 10 خانه به ته کرسی خراب شده است ولی ساکنان از آمار بیشتر حرف میزنند. مقامات با نصب دستگاه‌های مخصوص در محل حادثه معین خواهد کرد که حادثه معمولی زمین جنبی است یا عامل دیگری برای لرزیدن زمین تأثیر گذاشته است. МЧС ناحیه، МЧС ولایت و جمهور کمیته گئولوژیا، گئودезия دیروز آمده تحقیقات گذراندند و اپارات‌های خود را همجا جایگیر کردند. مدت 3 روز معلوم می‌شود که سببش در چیز معلوم می‌شود. تا آنی که مقامات سبب لرزش زمین را معین می‌کنند و یا ساکنان را به جاهای بی‌خوف کوچ می‌دهند، ساکنان می‌گویند در شرایط وهم و ترس شب را بیرون از منزل‌ها روز خواهند کرد.